رو ارائه بدم چون جناب ناصری راجع به مقاله آقای دکتر اراقچی در واشنگتن پست اشاره داشتم. من بخونم چون دسترسی نیست دیگه، باید در واقع دوستانی که دارن این رو بخونن. من براتون بخونم، کوتاه است. اراقچی طی مقاله در واشنگتن پست: برای پیشبرد مذاکرات بین ایران و آمریکا ابتدا باید توافق کنیم که گزینه نظامی نمیتواند وجود داشته باشد، چه رسد به راه حل نظامی، و ترامپ این را به خوبی میداند. کشورمان ایران هرگز اجبار و تحمیل را نمیپذیرد. ما آماده هستیم تا حسنیت خود را برای اطمینان بخشیدن به هر طرفی که نگرانی‌های بالقوه‌ای دارد آشکار کنیم. اگر با احترام مواجه شویم به همان شکل نیز پاسخ خواهیم داد. اما ایران دیپلماسی را ترجیح می‌دهد، اما همزمان می‌داند چگونه از خود دفاع کند. ما هرگز تسلیم تهدید نخواهیم شد و قاطعانه نیز به زبان زور پاسخ خواهیم داد. ایالات متحده این فرصت را دارد که رئیس جمهور صلح داشته باشد. تصمیم برای استفاده از این فرصت یا هدر دادن آن در دستان اوست. این مقاله آقای دکتر اراقچی بود تو واشنگتن پست. و اما تحلیل من فکر کنم کمی بعد از منظر راهبرد ترامپ هم به خاورمیانه نگاه کنیم. خیلی خاورمیانه امروز برای موفقیت سیاست‌های ترامپ نقش کلیدی داره و البته بسیار هم تهدیدآمیز. من همچنان در سطح تحلیل خودم هستم این میزان تسلیحات در جزیره دیوگارسیا و منطقه فقط برای ایران نیست، برای کل منطقه است. اما چرا ایران وارد مذاکرات خواهد شد و چرا احتمال به ثمر نشستن مذاکرات بالاست؟ ببینید، ترامپ یک شبیخون بزرگ زده. دو تا مشکل داشت آمریکا، دو تا مشکل بزرگ داشت. مشکل اولش این بود که تو نظم تک قطبی تمام هزینه‌های حفظ نظام تک قطبی برگردن آمریکا بود و این هزینه‌ها به شدت آمریکا فرسوده کرده بود. چین داشت تو همون نظم رشد می‌کرد و هزینه نمیداد. مشکل دومش این بود که یوان پایین بود و امکان رقابت وجود نداشت. عملاً با وضع تعرفه‌ها ترامپ زد زیر میز گلوبالیسم و تجارت جهانی، عملاً کنار رفت و اون بحثی که جی ونس داشت که جی 7 و به رهبری آمریکا قرار بود شکل تجارت جهانی رو به نفع ما تموم کنه، ولی این اشتباه بود، امکان رشد دیگر کشورها رو داد. خب یه موضوع اینجا مطرحه، راهبرد جهانی ترامپ چیه؟ ترامپ داره چیکار میکنه؟ ترامپ داره تعرفه وضع میکنه، همزمان سرمایه‌گذاری میره تو خاک آمریکا، وضع تعرفه‌ها تورم‌زاست و برای اینکه بتونه شوک تورم رو تو آمریکا کنترل کنه بعد نفت ارزان کنه. کشوری مثل امارات، عربستان اینا همراهی کردن ولی روی $60 بود نظرشون، اما $60 کافی نیست، باید پایین‌تر بیاد. ما از ماه آینده با افزایش تولید رو خواهیم بود، همینطور 400,000 بشکه اقلیم هم از مسیر ترکیه آزاد خواهد شد و پایین اومدن انرژی، اون چیزی که ما داریم نگاه میکنیم و کارشناسان میپردازن به زیر $30 حتی تا $15 هم داره مطرح میشه، باعث خواهد شد که شوک تورمی در آمریکا کنترل بشه. کاری که دموکرات‌ها میکردن این بود که برای تورم سیاست‌های پولی انقباضی بذارن، تولید رو تضعیف کنن، اما ترامپ به دنبال این نیست. ترامپ عملاً داره تورم ناشی از سیاست‌های ترفیعی رو به کشورهایی که خامفروش هستن تزریق میکنه و این خیلی فشار سنگینی خواهد بود به عربستان، امارات، ایران و کشورهایی که در حوزه نفت هستن و شاید به شدت سخت رو تحمیل خواهد کرد. این میزان تسلیحات در خاورمیانه یکی از دلایلش این هست. تعرفه‌اش روی چین ثابت خواهد بود، با دیگر کشورها شاید مذاکره کنه روی میزان تعرفه، اما روی چین ثابت خواهد بود. چند تا عامل داره. تعرفه باعث میشه که عملاً قیمت یوان دیگه پایین بودن یوان بی اثر شه. نکته اساسی اما کجاست؟ ترامپ به دنبال کنترل مثلث باب المندب، هرمز و مالاکا خواهد بود، یعنی کنترل خط انرژی نفت به سمت چین. یعنی ما الان با چند تا مسئله روبرویم. یک، تجارت جهانی فرو پاشید با سقوط سهام بورس‌های دنیا و عملاً اون بازی آمریکا و جی 7 برهم خورد. دو، ترامپ به دنبال وضع تعرفه و کشوندن سرمایه‌گذار به داخل خاک آمریکاست. سه، با پایین آوردن حلقه انرژی، قیمت انرژی، به دنبال کنترل تورم. چهار، مسیر انرژی رو در واقع کنترل خواهد کرد. شما تمام حملات تصمیمات ترامپ رو ببینید توی مثلث: حمله به یمن، تهدید کشتی زاگرس، تسلیح جزیره دیوگارسیا، رزمایش نظامی چین، روسیه، ایران، توقیف نفتکش ایران، تهدید به توقیف کشتی‌های عبوری از مالاکا توسط ایران، دو کشتی که ایران در واقع توقیف کرد، همش توی خطه. خب اینجا یه موضوعی وجود داره. برای اینکه ترامپ بتونه این روش رو اعمال کنه، تنها روشی که میتونه چین رو مهار کنه همینه. تو نظم گلوبالیستی قبلی چین رو نمیشه مهار